سلام، خیلی خوش اومدین. سلام، شما رانندگی هم بلدی؟ بله، چه حرفیه؟ من 7 ساله پیاده خودم رانندگی میکنم. یعنی چی؟ بفهمید بشینیم من میرسونم. پیاده شو طرز نشستنت معلومه. پیاده ماشین خودم به دوست دارم خود. سلام، خیلی خوش اومدین. تمایل به گفتگو ندارم. ولی گزینه تمایل به گفتگو ندارم و تو اسنپ نزدین. تمایل گزینه زدن ندارم. بله چشم. من کلا تمایل ندارم. گیگ مرداد ماهی. سلام، خیلی خوش اومدین. آخه الهی بمیرم، از صبح داری رانندگی میکنی؟ نه خدا نکنه. نه بابا، ولش کن، شما استراحت کن، من خودم میرم. وظیفه‌مونه اصلا. چه حرفی؟ بیا این ساندویچم بگی بخور، من خودم میدونم میرم. مرسی، خداحافظ، راحت باش. شما چقدر مهربونی. سلام آقا، خیلی خوش اومدین. سلام داداش، شما اسنپمونی؟ بله، حامد میرزایی هستم. اسنپمونی میای اسنپمون شی؟ پاون اسنپتون چی؟ بابا اون اسنپمون هیچ. را بیافتم. دست بزن. دست بزن. با من حرف بزن. بله چشم. نمیخوای با من حرف بزنی؟ خانم خودتون گفتین سکوت کن. گرمه، کولر بگی. بله چشم. یخ زدم، کولر رو خاموش کن. خانم این خوردادی بازیات چیه؟ سلام آقا، خیلی خوش اومدین. سلام جناب، به خاطر 13 ثانیه تأخیری که کردم از شما خیلی پوزش می‌خوام. نه آقا، خواهش میکنم. چه حرفیه؟ جسارتا فکر می‌کنید تا ساعت 16:38 و 17 ثانیه میرسیم به مقصد؟ با کسر 12 ثانیه تأخیرتون؟ نه، من قبلا اینو محاسبه کردم و خدمتتون عرض کردم. بله درسته. شما به نظرتون کوتانژانت ترافیک همت چقدره؟ ترافیک همت 90 درجه است و این چیزی که شما میگین امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه مخرج صفر بله داریم. کاملا درسته، پس ما نمیتونیم محاسبش کنیم. واو.